درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. تاجیکان مقیم آلمان نزد بینای دفتر سازمان ملل متحد دست به تظاهرات زدند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گیولنی‌های بی‌منصب را مورد پرسجو قرار داده است. 30 شهروند تاجیکستان با اتهام فعالیت بدون اجازتنامه در قزاقستان بازداشت شده اند. امامعلی رحمان از زیادشوی جنایت در ختلان نگرانی کرد. امروز در آلمان تاجیکان مهاجر مقیم این کشور به خاطر آزادی جمشید یاروف و دیگر محبوسان سیاسی تظاهرات کردند. پیشتر ایده از فعالان جامعه در شبکه‌های اجتماعی اعلان کرده بودند که با طلب آزادی همسر محمد علی حید و پسرش دست به تظاهرات خواهند زد. اما پس از رهایی آنها و بازداشت جمشید یاروف، وکیل محمد علی حید تصمیم گرفتند تا برای آزادی جمشید این کار را انجام دهند. تعداد تظاهرگران زیاده از 100 نفر بوده. اکثریت نقاب با چهره جمشید یاروف را بر روی خود کشیده در روبروی بینای دفتر سازمان ملل متحد با شعارهای ما همه جمشید یاروف هستیم، آزادی به محبوسان سیاسی، آزادی به ادوکات‌ها شعار پرتایی کردند. در این باره یکی از شرکت کنندگان این تظاهرات، روزنامه‌نگار پناهنده تاجیک در آلمان جنت الله کامل ضمن صحبت با ما گفت: اصلا همین پیکتی که امروز در نزد سازمان ملل متحد در شهر بان از طرف تاجیکان مقیم آلمان برگزار می شود و در این پیکت تخمینا 100 نفر زیادتر جوانان شرکت دارند و مقصد اساسی از برگزار کردن این پیکت نقشه و نیرنگ حکومت را برهم زدن است. همه در اینجا با شعاری که ما همه جمشید یاروف می باشیم و جمشید یاروف گناهگار نیست در اینجا بیانیه را هم تلاوت کردن. مقصد اساسی پیکت ما همین است که با حکومت جمهوری تاجیکستان برسانیم که اون نقشه و مکیده که شما میخواین که بین ادوکات ها و بازداشت‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با وجود بیاریم البته نمیتونین، زیرا چگونه که جمشید یاروف از بازداشت شده های حزب و مردم سیاسی پشتیبانی کرد، مردم تاجیک هم در آلمان آمادند که ای جمشید یاروف پشتیبانی کنند و صدا بلند کنند. ما فعلا در نزد سازمان ملل متحد قرار داریم. چند لحظه قبل هم یکی از نماینده های سازمان ملل متحد در شهر آمد با ما صحبت کرد و البته بیانیه را با زبان انگلیسی که ما آماده کرده بودیم به دست اونها سپاریدیم. اونها هم به ما وعده دادن که ما حتما این بیانیه شما را و این ظلم و ستمی که بالای مردم تاجیک امروز از طرف رژیم ظالمانه رحمانوف برقرار می شود به پنکیمون خواهیم رساند و جوابی نامه را هم به شما می رسانیم. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به آموزش و بررسی مواد و افکار گیولنچی‌های تاجیکستانی شروع کرده است، ولی کار را از آنهای شروع کرده است که منصب‌های دولتی و حتی جای کاری ندارند. طرفداران و مریدان فتح‌الله گیولن بین منصبداران و زیایان تاجیکستان کم نیستند و خود مقامات تاجیکستان هم به خاطر سرمایه گذاری‌های هنگفت تشکیلات‌های مربوط گیولن به تاجیکستان همکاری‌های زیاد را آشکارا تا حادثه کوشش کودتا در ترکیه به راه مانده بودند. اما امروز که سیاست مراسا تقاضا می‌کند باید تاجیکستان مسیر خود را در رابطه به مناسبت به تشکیلات‌های مربوط به گیولن معین کند. مجبور است یک کم در برابر یکی از بهترین شریک اقتصادیش ترکیه خودنمایی کند. اما حرکت گیولن در سطح دولتی و بین زیایان تاجیکستان به حد انکشاف یافته است که امکانی از بین بردن قریب به 0 برابر است. تاجیکستان 2 سال قبل لیتسئی های تاجیکی ترکی را که مؤسسشان تشکیلات دیالوگ بود به لیتسئی لیاقتمندان تبدیل داد. وزارت معارف و این فعالیت تشکیلات شلاله را که مستقیما لیتسئی های ترکی را سرپرستی میکرد منع کرد. بینایی که به شلاله اجاره داده بود بازپس گرفت. این در حالی است که مکتب بین المللی دوشنبه اینترنشنال سکول تا به حال در اختیار گیولنی ها است. مقامات پلیس شهر الماتای قزاقستان 30 شهروند تاجیکستان را با اتهام فعالیت بدون اجازتنامه بازداشت کردند.
در این باره رسانه‌های قزاق با تکیه به مقامات پلیس مهاجرت خبر داده‌اند. این مهاجران در پی گذراندن یک رید ناگهانی در موضع کیک بازار این شهر دستگیر شدند. مهاجران در این بازار به فروش مال و محصولات مشغول بودند. منبع گفته است معلومات در مورد بازداشت شده ها به دادگاه ارسال شده است. طبق قانونگذاری قزاقستان شهروندان خارجی که در قلمرو این کشور غیر قانونی فعالیت میکنند اخراج میشوند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از بالاروی سطح جنایت در ولایت ختلان اظهار نگرانی کرد. بنا به گفته امامعلی رحمان سالهای 2006, 2015 و 6 ماه سال روان جرم و جنایت در این ولایت رو به افزایش آورده حدوداً به 40,000 رسیده است که 7,721 تای آن جنایت وزنین می باشد. امامعلی رحمان ضمن سخنرانیش در نزد راهبران و ساکنان ولایت ختلان اظهار نمود. در نتیجه چاره‌بینی‌های انجام داده مقامات حفظ حقوق، 9 گروه متشکل جنایتی برای صادر کردن جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین معین و دستگیر کرده شده است. از سال 2014 تا این جانب شخصیت 516 نفر شهروندانی در ضدخوردهای مسلحانه دولت‌های خارجی اشتراک داشته معین کرده شده، 164 نفر آنها دستگیر و 24 نفر به وطن برگردانیده شدند. پرزیدنت تاجیکستان همچنین از هلاکت آدمان بر اثر صدمه‌های نقلیاتی اظهار نگرانی کرد و گفت که در 10 سال در قلمرو ختلان 1629 نفر از این صدمه‌ها هلاک شده اند. کارشناسان مستقل میگویند افزایش جنایت‌های خصوصیت افراط‌گرایی داشته اساساً با سبب افراطی خود حکومت در ساختن جنایت است. در پی این نگرانی چه تغییراتی کادری به وجود می آید هنوز نامعلوم است، اما کارشناسان میگویند استعفای وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده بعد از جشن استقلال مسئله حل شده به نظر می رسد. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. قرار است روزهای 4 و 5 سپتامبر در شهر خنجاو چین نشست 20 گانه بزرگ برگزار گردد. مقامات چین انتظار دارند که این نشست سرمحصول ترین نشست این گروه در تاریخ خواهد بود. در نظر است در این نشست بیش از 30 سازشنامه امضا شود. همچنین اصولی برگزاری آن از نشست‌های قبلی فرق می‌کند که کشورهای رو به رشد هم در آن امکان سخنرانی و آوازدهی خواهند داشت. نشست قبلی 20 گانه بزرگ ماه نوامبر سال گذشته در ترکیه برگزار شده بود. شب گذشته در نتیجه حمله انتحاری و درگیری‌های مسلحانه به دانشگاه آمریکایی کابل در این دانشگاه 13 نفر کشته و 35 نفر مجروح شدند که 9 تن از زخمی شدگان از نظامیان افغان هستند. هنگام حمله افراد مسلح به دانشگاه آمریکایی کابل نزدیک به 750 دانشجو در داخل دانشگاه بودند که پلیس توانسته است همه آنان را از دانشگاه به بیرون برآورد. در شهر کراچی پاکستان نفری را میر شهر انتخاب کردند که با جرم تروریسم زندانی شده است. در انتخابات محلی از 294 اشتراکدار 196 نفر به جانبداری وسیم اختر وزیر سابق و سابق نماینده مردمی در پارلمان از جناح نیرومند جنبش متحده قیومی آواز دادند. هرچند روشن نیست که وسیم اختر چگونه از پس پنجره شهرداری میکند، مراسم سوگند او به تاریخ 3 آگوست برنامه‌ریزی شده است و انتظار نمی رود که دادگاه او را تا آن روز آزاد کند. خود وسیم اختر از رهبریت ولایت خواسته است که برای او در محبس دفتر باز کنند تا تواند به مسائل شهر از طریق ویدیو رسیدگی کند. اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی خیر، خدا نگهدار.